نیز معین شد 8مین دوره اهدای جوایز کارآفرینی امین الزرپس رو در معیت شما آغاز میکنم. مادر من هنگامی که من از او پرسیدم و به او گفتم چرا بچه ها بازی کودکانه میکنن و این همه حرکت دارن و من نمیتونم حرکت کنم، مادر من در جواب به من گفت که تو شاه بچه هایی، تو بنشین و به بازی بچه ها فکر کن و بیاندیش و داوری کن. اونچنان کردن که من از ناحیه فکر و آموزش امروز شغلم مدیریت بشه و من خجالت میکشم به سالن تولیدی فیروز برم و ببینم عزیزان ما محدودیت تن دارن کار میکنن، زیرا اونها به مانند من شرایطی رو در خانواده نداشتن که آموزش ببینن و شغلشون یک شغل فکری و تحصیلی باشه. بنا رو بر این گذاشتم من و عده‌ای از دوستانم که محدودیت تن دارن، به اصطلاح میگن معلول، کانون معلولین توانا رو تأسیس کنیم که فلسفه کانون معلولین توانا یکی از اهدافش تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت است و دیگر اهداف بسیار انسان دوستانه‌ای که داره و خیلی هم ارزشی است. دنیا بر محور سرمایه‌داری الهی باید اداره بشه، یعنی سرمایه از آن خداست و ما سرمایه‌داران دستمایه داریم، هیچ کاره ایم. ما کارمند خداییم، ما برگزیده شدیم که مدیر باشیم در یک کمپانی، در یک شرکت و دستمایه داشته باشیم از جانب سرمایه‌داری چون خدا. این جانب سید محمد موسوی هستم، مدیر عامل شرکت گروه بهداشتی فیروز و همچنین بنیانگذار کانون معلولین توانا. پاسداشت یک عمر حضور در عرصه کارآفرینی، سید محمد موسوی. بله. خب اگر اجازه بدیم ما به استقبال آقای موسوی گرانقدر بریم. سید گرانقدر رو تشویق بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا آغاز کردیم. حیفه که یاد راه خدا نکنیم. با نام خدا و یاد راه خدا. راه خدا همون راهی است که از میان خلق می‌گذرد. اگر ما با نام خدا آغاز کنیم و راه خدا را برویم، صدای زباله‌گردها، کارتون خواب‌ها، گورخواب‌ها، صدای بینوایان 70% نزدیک به خط فقر و یا در خط فقر رو صداشون رو میشنم. من از دستاندرکاران این تشکیلات به نام امین الزر از آقایان و مدیران تشکر میکنم که بنده رو رصد کردن در شرایطی که مردم من رنج میکشن از تورم، قدردان زحمات سازمان من شدن. من سخنگوی سازمان خودم هستم. هر کاری صورت گرفته تو شرکت فیروز به واسطه
مدیران خوب سازمان من بوده که در راه خدا حرکت میکنن. ما به واسطه اهداف اجتماعیمون آمدیم دست به کار اقتصادی زدیم چون پول نیاز داشتیم. هم اکنون در کارخونه بنده، اینجا رو باید توضیح بدم، کارخونه از آن خداست، سرمایه‌دار خداست، بنده دستمایه‌دارم از طرف خدا. وگرنه اگر سرمایه مال خود من آدم بود دلم نمی آمد بدم به کسی. اینجاست که سرمایه‌داری کاپیتالیسم به انسان القا میکنه سرمایه مال توئه، اونم از پی بیشتر داشتن اقیانوس‌ها هم خراب میکنه، جنگ‌ها رو راه میندازه. سرمایه‌داری مادر فیروز سرمایه‌داری الهیه، من نمیگم اسلامی یا مذاهب دیگه ادیان، سرمایه‌داری الهیه، سرمایه از آن خداست. محمد موسوی دستمایه‌دار از طرف خداست، وکیل از طرف خدا. ما در شرکت اتوماسیون رو ممنوع کردیم، هر کاری بشه با دست انجام داد. در این شرایط که مردم بیکارن با دست باید انجام بشه. پس چه بهتر عزیزانی کار کنن که از ناحیه تن معلولیت دارن، یعنی محدودیت دارن. روی این حساب صابون رو عزیز نابینا تو قوطی میذاره، کرم رو او تو قوطی میذاره، لیبل رو یه عزیز ویلچری میچسبونه. چه نیازی افتخار کنیم از اروپا ما دستگاه اتوماسیون آوردیم، همه چی اتوماسیونه، جوان ما هم بیکار حالا بره کراک بکشه. نه این افتخار نیست. اونهایی که دستشون میاد خب آخه قیمت تمام شده بالا میره. سرمایه‌داری که سود محور راست میگه قیمت بالا میره. ما برکت محوریم. ما اعتقاد داریم پشت پرده طبیعت خبری هست و ما اتکا به برکت، نگاه الهی داریم چون در راهش هستیم. خدمتتون عرض کنم که اجازه بدین آقای مجری و پشت صحنه همه با من طی کردن یکی کم حرف بزنی. ببینید من با آقای مجری میخوام بگم آقای مجری ما تازه بگی نگی نفس تازه کردیم. من منبرم اگر به یه نفر گفتم حرف نزنه مثل خوشت اومده بشینی تا آخر کی بیاد 20 دقیقه، من که کاری ندارم، از شما بیکارتر منم، به خاطر شما گفتم. آقای موسوی بلد کاری برو. آقای مجری آقای طهماسبه خیلی هم جوان خوشگلیه. گیری کردیم ما. آقای نجفی اومده بالا میگه که پیر شدی. سیرتش به سیماش کشیده. این آقایون هم که اینجا زحمت میکشن و میان نقاط برجسته جامعه رو رصد میکنن و مورد محبت قرار میدن بنده حقیر رو، این عزیزام همینطور. من قول میدم کوتاه صحبت کنم. شروع شد. ولی اما به شما میگم دلمون پره. میدونی چرا؟ شما نمیدونید امروز اگر میخواد کسی رو نفرین کنید بگین الهی که تولید کننده باشید. خدمتتون عرض کنم به طور کوتاه آقا چمون شده تو این جامعه؟ عزیزمون میان اینجا میگن ما دومینیم تو گاز، از اون ور ما نفت زیر پامونه، فقر روی زمینه. اروپا انرژی نداره، مشکل برق داره، ما انرژی رو زیر پامونه، مدیریت نداریم، برق کارخونه رو قطع میکنن. خودتون مقصرید، کف میذارید من تشویق میشم اون وقت زیاد صحبت میکنم. آقای مجری اشکال از این عزیزانه پیرشونو در میارم. متشکرم. خدمتتون عرض کنم که
حالا کارخونه رو سوا باید یه بار توضیح بدم، تو سایتمون برید تشریف بیارید یه نهار کارگری با بچهای ما بخورید. ما با استانها در مجموع 1200 از این رو شغل پایدار دادیم. منم که الان در خدمت شما هستم حدود 250 تا از ازدواج بین اونا نوه دارم. بله. ولی تا این سخنرانی تموم بشه بیشتر هم میشه انشالله. اینطور نگفتم که بعضیا برن خودشون تصادف کنن خدای نکرده معلول شن. نه، ما ببینیم عمدن کسی معلول شده راش نمیدیم. بله. خدمتتون عرض کنم که خیلی کوتاه چمون شده تو مملکت، چه شده تو مملکت. میام باز میکنیم تو موبایل، تو فضای مجازی میگه چای دبش اینجور. نه کسی تایید میکنه، نه کسی رد میکنه، نه کسی میاد بگه چه خبره. بابا این چیزی که دارن میگن راجب ثروت ملی ماست. یه شب تو بیا کارتون خواب شو، یه بار گشنگی بکش، بی انصاف. چرا کسی چرا مردم اینجور لختن؟ حتی با موزیک و آهنگ سوء استفاده ها و اختلاس ها رو برامون پخش میکنن، مثل اینکه باید اینجور هم لذت ببریم. عزیزان، چه مشکلی شده که بابک زنجانی رو تازه میارن نشون میدن؟ دیشب تو اخبار تازه رسیدگی میکنن. اونم چه رسیدگی؟ آقا من دستگاه های نظارت خواب بودن این اتفاق افتاده. دوره آقای احمدی نژاد 2 تا رئیس جمهور عوض شده، تازه یادتون افتاده؟ اونم فقط اینو میشناسید؟ بستری برای اختلاس نبوده؟ اونا رو هم بگید. متهم ردیف اول، ردیف دوم، ردیف سوم، چه بسا ردیف آخره رو باید بیاریم اول. کوتاه میکنم برادر عزیز، اگر از بعد از جنگ جهانی دوم هر کشوری توسعه یافته، کشورهای توسعه یافته و پیشرفته رو ببینی، به ثروت ملیشون دقت کردن. ثروت ملی ما چیه؟ نفت، گاز. نه بابا، اونا تماما ثروت‌های مادی کشور هست. ثروت ملی ما جوانان ما هستن. اونها آمدند به نظام آموزشیشون توجه کردند. کودک رو مواد خام سازنده جامعه است. کودک مواد خام سازنده جامعه است و فردای ما آمدن کودک رو در پروسه آموزش قرار دادن، مخصوصا از ابتدایی، و این رو بهترین مصالح و مواد برای ساختار جامعهش درست کرده. یعنی منابع انسانی قوی دارن، نه اینکه منابع انسانیشون فرار کنه از چیزی که ما ساختیم بره کشور دیگه. تازه اینی هم که میره کشور دیگه سیستم آموزشی ما نساخته. این هنر دستی تکسازی خانواده هاست. آموزش رو طبقاتی کردید، بی انصافا. قانون اساسی اینجور نمیگه. من به عنوان یه تولید کننده میخوام زیاد صحبت نکنم، ولی به شما اینو میگم، مواد اولیه و ثروت معنوی ملت ما نزد مادران است. معدنش اونجاست. مادران در کشور ما بهشون میگیم اتبازالیات چقدر میخوای بری؟ 40 اومدی یا نیومدی؟ اعتکاف رفتی یا نرفتی؟ مادران ما فقر مطالعاتی دارن روی روانشناسی کودک. یک مادر کشت ناخون رو کلاس میره، رانندگی رو کلاس میره، آشپزی رو کلاس میره. عزیزم، ما به دنبال تولید صابون و شامپو نیستیم. من اجتماعی گرایشم.
در کارخونه ما عشق، امید، زندگی تولید میشه. ما چگونه بی تفاوت نسبت به جامعه باشیم؟ بنابراین خدمتتون عرض کنم، مادرها برای هر کاری آموزش میبینن. به مادر میگی بچه رو میخوای چجوری تربیت کنی؟ میگه برای این یه مورد کلاس نمیرم. مواد اولیه خام جامعه دسته اینه تا قبل از مدرسه. آقای نجفی به من اشاره نکنی، شما نزدیکتری. بله من الان دیگه فقط جغرافی مونده و نه ساعت رو ولش کنید. 2 دقیقه وسط هم سوختگیری میکنید. من متاسفانه اینجا صدا میشه، صدای ایشون نمیشنم، خیلی هم دوست دارم جواب بدم. میام الان ببینم چی میخوایم بگید. بفرمایید چی فرمودی؟ عرض نکردم، گفتم سوختگیری هم میکنید وسط. آخه این سوختگیریه که ما اینجا میکنیم، شما نگاه کنید با چه سرعتی میریم. بله خدمتتون عرض کنم، ممنون. من کوتاه میکنم. این از مادران ما تو جامعه. خب حالا مواد اولیه خام میاد میره تو مدرسه. تمام کشورهای توسعه یافته بررسی کردیم، همه شما میدونید معلمین کلاس‌های دوره ابتدایی معادل یه استاد دانشگاه حقوق میگیرن. ژاپن، کره، سنگاپور، کیلی وانیو بنیانگذار سنگاپور نوین هست. در خاطراشش می نویسه که وقتی دیدم قاضی رأی میفروشه، دولتی‌ها امضا میفروشن، پلیس با دزدا ریخته رو هم، من آمدم دیدم معلم چیزی نداره بفروشه، مدرسه ساختم، گفتم معلم من حمایتت میکنم، تو آدم بساز برای ما. این سخن بنیانگذار نوین سنگاپوره. بریم ببینیم ژاپنی چی کار میکنه. همین کشورهای اطراف خودمون به نظام آموزشیشون توجه کردن. معلمین ما رو دریابید. معلمین ما باید روانشناسی کودک خونده باشن مثل کشورهای توسعه یافته. بچه رو میدیم دست اون، به کی میسپاری؟ اون نگران اجاره خونشه، اون زیر بار فشار تورم داره خورد میشه، شغل دوم داره. معلمی که راننده شاگردش اسنپه، معلمی که شغل دوم داره چرخ تافی داره، اون میتونه معلم باشه؟ نه، اونم باید مثل ایشون بنشینه به حرفای من گوش کنه. آقا من صحبت رو آقا بله محدودیت وقت فقط یک چیزی به خدا ما رو گرفته. بله این میره بیرون الان واسه اون 250 تا بچه تعریف میکنه. من خدمتتون حرف زیاد داریم نمیزنیم، فقط یک چیز خدمتتون. من میخوام کلیدم بذارم زیر گلدون که دیگه ببنده در بره. آقای موسوی من صحبتم رو خاتمه میدم با یک سخن بسیار ارزشمند عزیز شهیدمان امیرکبیر. میگه اول فکر میکردم مملکت یک وزیر خوب میخواد، بعد فهمیدم نه، شاید شاه خوب میخواد، بعد از اون فهمیدم یک ملت خوب میخواد، مردم خوب میخواد. آری انگلیس اومد رگ امیرکبیر ما رو زد. مردم ما هنوز نمیدونن خیلی ها مزار ایشون کجاست. ما دردمندیم. ای عزیزان صاحب سرمایه، ای عزیزانی که امین ضرب رو ایجاد میکنید، من یک بار دیگه از اون تشکر میکنم. ای صاحبان سرمایه، بیایید دست تو دست هم بدیم، یک مؤسسه حمایت از معلمین درست کنیم. از این وزیر و از این دولت و از این خزانه دولت که خالی هم شده و خالیش کردن بر نمیاد. اگر میخواهید ملتی سرفراز باشیم، باید کودکان رو مورد آموزش قرار بدیم تا مراحل دانشگاه.